این منبر رسول الله است. حرف هوایی نمیگویم، نگویید که الله از من پرسان نمی کند. الله میپرسد، الله میپرسد. اول از او همسایه های نامرد و غلام حلقه به گوش یهود که مصر و سوریه و یمن باشد، الله از آنها پرسان میکند. الله از آنها میپرسد که امروز جوان مسلمان، جوان مصری به حالتی رسیده که کنار بحر استاده هست، داخل این بوتل‌های آب غذا می کند، به دریا می اندازد و از خالق دریا می خواهد که برای گرسنگان غزه برساند به وسیله آب. اللهم كما حملت نوحا في البحر في موج كالطود العظيم احمل عنا هذا إلى غزة. اللهم إن البحر جند من جنودك، اللهم إن البحر جند من جنودك. اللهم يا من شققت البحر لموسى، اللهم احمل عنا هذا إلى غزة. اللهم يا من شققت البحر لموسى احمل عنا هذا إلى غزة. ای امتی که روز شهامت و دولت و حکومت داشتید، امروز وضعیت ما به حالت رسیده که ما به گرسنگان امت اسلامی به وسیله دریا نان روان میکنیم. حالت سخت است، مرز کنارش، دیوار به دیوار. چرا غیرت و شهامت نیست که دیوارها شکسته بشود؟ چرا صدای مظلومین را کسی نمیشنود؟ چرا صدای مستضعفین را کسی نمیشنود؟ چرا؟ الله منان به حال همه ما رحم کند. دعا داشته باشید برای اهل غزه. اگر دعا نکنید الله پرسان میکند. الله میپرسد از هر کس به اندازه هاش که تو چه کار کردی وقتی امتحان و آزمون بر سر مظلومین آمده.